تا حالا براتون پیش اومده یه کتابی همه دارن میخونن و خیلی معروف شده ولی شما حوصله کتاب خوندن ندارید، ترجیح میدید فیلمش رو ببینید؟ خبر خوب دارم برات، 3 فیلم میخوام بهت معرفی کنم که کتاباشون تو دنیا پرفروش بوده و تو ایران هم بارها و بارها چاپ شدن. وقتی نیچه گریست از روانپزشک معروف اروین دیالون، داستان خیالی و جذاب ملاقات زیگموند فروید با فیلسوف معروف قرن 19 وینه، نیچه. فیلم مثل کتاب پر از دیالوگ‌های عمیق و فلسفیه. بادبادک باز یکی از پرفروش‌ترین کتاب‌های تاریخ. Taliban took him. He must journey to a land he no longer knows. داستان دوستی حسن و امیر که تو دل آشوب و جنگ افغانستان روایت میشه. تو سال 2017 مارک فاستر فیلمش رو ساخت، فیلمی که اشکت رو در میاره. قطعا ارزش دیدن داره اگه کتابش رو نخوندید. I dream that flowers will bloom in the streets again and kites will fly in the skies. شب‌های روشن از داستایوفسکی بزرگ، یه داستان عاشقانه و غم‌انگیز، روایت این مرد جوان و تنها که تو دل شب‌های سفید و روشن و سرد سن پترزبورگ روایت میشه. یه عشق یک طرفه و خیالی. از روی این کتاب 2 فیلم ساخته شد. یه فیلم کلاسیک تو سال 1957 و یه فیلم ایرانی تو سال 1989 به همین اسم، شب‌های روشن. فکر نمی‌کنی آدم واسه مخفی کردن احساسشون دلیل دارن؟ دلیلشون اصلا دورشون میکنه. چه دلیلی از عشق نمیداره؟ هر 2 نسخه حس تنهایی و یه عشق نافرجام رو به تصویر میکشه. اگه کتابش رو نخوندید فیلمش رو ببینید.